آیا آدمی بینماز را کافر گفتن در حق داریم یا نه؟ حق نداریم. وقتی یک آدم نماز نخونه، عقیده اهل سنت همینه که ما را حکم به کفر داده نمیتونیم. او حدیث هایی که در آمده است که من ترک صلات متعمدا فقط کفره، کسی نماز قصدا ترک میکند به تحقیق کافر است، اینجا ایره تعویل کرده گیرند. یعنی معناش میگن یعنی کفران نعمت کرده گیه. مقصد نماز نعمت بزرگی، نخواندش کفران نعمت کرد. لیکن آدمی که نماز نخوانه هیچ وقت او را عقیده اهل سنت این است که کافر گفتن حق نداریم. عقیده ما بر همیه برادر عزیز. جوانی که چندین سال خودرضایی میکند و بعد از عائله‌دار شدنش توبه میکند، آیا گناهش را الله میبخشد و به حسنات تبدیل میکند یا نه؟ و یا در قیامت دستهاش حامله‌دار میشود بعد از توبه کردن نه؟ کسایی که یعنی خودرضایی به دستشون خودشانه مالیش میتن و مقصد شهوتشون بیرون میکنن. اگر همین آدما یک زمان کردن و بعدا فهمیدن گناه هست، اگر توبه کنین الله مهربان توبتون رو میبخشد. حاجی بابا اسمم سیرشاه هست. این چی معنی دارد و گذاشتنش جایز است؟ سیرشاه، سیر گفته برادر عزیز اصلا کلمه عربیه، به معنای داستان میه، به معنای قصه میه، به معنای رویش میه، به معنای کردار میه. برای این شاهش که ای خودمانه سیرش عربیه. برای همین مقصد معناش تری داستان و قصه و رویش و کردار و خلاص نامی بد نیست، نامی خوبه. سوال دیگر، مرد کلمه خانم حرام را معناش نمیداند و قسم خورد چیکار کند؟ خانش حرام میشه. اگر یک قسم میخورد که مقصد همین کار اگر ما در حق تو نکنم خانم حرام، اگر همون کار را نکرد خانش حرام میشه. این ندانستنش او را ای مسئولیت خلاص نمیکنه. بابا جان میگن که انسان پیش از مردنش در خوابش با مرده ها صحبت میکرد. این درست است؟ نه، درست نیست. هیچ کس نمیداند که مردنش کیه برادر عزیز. برای همین هر لحظه پیک اجل به سراغ ما آمدنش امکان دارد. آخران سوالی در پیش من است. با زن روس نکاح مسلمانی کرده می شود؟ یعنی اگر زن روسی را اگر ما بگیریم و نکاح دا بداریم همین درست می شود یا نه؟ اگر درست می شود، یعنی زن کتابی را مردک مسلمان اگر در نکاحش بداره درسته. ولی برادرای خیلی گرامی، من برای همه شما چندین بار گفتم که شما از همین ملت خودتان زن بگیرید. یعنی تمامی همون گویم پستی و بلندی شما را همین زنهای تاجیک برداشت میکنن. این زن تاجیک، زن مسلمان خودمان در همه سختی، در همه ناداری، ببینید در همش طاقت دارد، صبر دارد. برای همین کسانی که گرفتن، من در سفرهایی که داشتم همش گفتن که در حقشون خیانت کردن. یعنی بغیر این شوهرش با مقصد و با خودش دوستدار داره و همیشه مقصد گویم اطاعت مردک نمیکنه. اگر کم ترک شوهر که از کار و بار که مون دیگه او را در خانه راه نمیته، جوابش میته. خلاص همین چیزهایی هست که اگر شما بگین زن کنم و برای آینده همین تاجیک اختانه بگیرین انشاءالله بهترین میشود. الله مهربان عاقبت همه بخیر، ایمانمون با سلامت نگه دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.